احمد ابراهیم مؤسس و سردبیر افتانومه پایک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان نامه سرکشوده را به محمد اقبال صدرالدین مؤسس و سردبیر سامانه اپوزیسیونی اصلاح نشر کرده از او خواسته است که در مبارزه‌اش با رهبران کنونی تاجیکستان از برخی خطای سرخ اخلاقی و ارزش‌های ملی و دینی نگذرد و از جمله در وسوسه ضربه زدن به پرزیدنت همسر او عزیزمو اسدالله را مورد تحقیر و توهین قرار ندهد. همسر پرزیدنت به نوشته مؤلف یک زن خوش‌سواد و صاحب اخلاق خمیده است و صرف نظر از امکاناتی که به عنوان بانوی اول کشور در اختیار دارد به مسائل سیاسی و دولتداری کار ندارد. احمد ابراهیم همزمان عین تقاضا را از جانب دولت نیز کرده است و از جمله خواسته است تا مادر بلاگر عبدالرحمن نو را که به باور بسیاری ها برای موقع انتقادی پسرش نسبت به حکومت حبس شده است بدون قید و شرط آزاد کنند و با این راه حتی اگر قانون شکنی هم شود آبروی تاجیکستان را بخرند، چون که حبس این مادر نیز به نوشته احمد ابراهیم به آبروی تاجیکستان ضربه میزند. این نامه احمد ابراهیم در حال به دست چاپ رسید که طی چند سال اخیر جو حاکم بر فضا و عرصه مبارزه های سیاسی تاجیکستان از هر دو جانب، چه از سوی مخالفین و چه از سوی حکومت، دو گروه محدود ولی تصمیم گیر معین میکردند که در مبارزه با رقیبان خود از یگان چیز نه تحقیر و تهمت نه به میدان کشاندن پای خویش و تبار نزدیک رقیبان خود و حتی حبس و زندان آنها حذر نمیکردند و در این عرصه و میدان دیگر تقریبا یگان خط سرخ، حداقل یگان تابوی اخلاقی باقی نمانده بود. شعار این مبارزه ها متاسفانه چندین سال باشتونین بود برای رسیدن به پیروزی استفاده از هر شیوه رواست و در این فضای خفقانی نامه احمد ابراهیم مثل هوای تازه است که به این دشت از تهاجم ها و شبیخون ها و سنگرگیری های آتش ناپذیر طرفین سوخته و خاکستر شده میوزد. این نامه همچنین نشان میدهد که صرف نظر از چند سال باز اینقدر بوی تف کردن نهال دشمنی، شناندن جنایی های دشمن تراش از هر دو جانب، سطح خصومت بدبینی در بین مردم آنچنان زیاد و آتش ناپذیر نیست که سردمداران فکر میکنند و اغلب جامعه به ویژه قشرهای سالم فکر یکدیگر را دشمن نمیبینند و دشمن نمیشمارند. سردبیر پایک نیز در نامه‌اش هم نزاکت ها چه در مسائل آداب و اخلاقی و چه در مسائل احترام شخصی طرف مقابل را به جا آورد. در پایان نامه‌اش سردبیر پایک از محمد اقبال صدرالدین خواسته است که به پی عزیزمو نرس، چه لازم آخر ما از آن طایفه نیستیم که به ضعیفان کار بگیریم. زن پاک است، اگر برعکس میشد با آب و رنگ تازه به تو خبر میدادند. او همزمان از مقامات هم خواسته است که مادر بلاگر عبدالرحمن نو را رها کنند، حتی اگر گناه هم داشته باشد، چون که آبروی وطن من اینجا روی کار آمد. هم در جای کارش برقرارش کنند، قانون شکنید و آبروی وطن را بخرید. احمد ابراهیم اظهار اطمینان کرده است که بعد مطالعه این مکتوب سردبیر اصلاح به رقیبان اصلی خود سر و کار میگیرد، نه به همسران آنها.